میدونستی تنها آبشار خزه‌ای و ذخیره‌گاه بین المللی درخت سرخدار متعلق به کجاست؟ جایی در دل گلستان، در سرزمینی که تاریخش خیلی قدیمی تر از اسم هاست. اینجا علی‌آباد کتول است. شهری که علی محمد خان، خان بانفوذ کتول، نام خودش رو روی آبادی ها گذاشت. محمد آباد کتول، علی آباد کتول و حتی محله هایی به نام دخترهاش، خاورکلاته و ساورکلاته. اینجا معتدل ترین شهر گلستانه، جایی میان کوه و جنگل و دشت. اما قصه فقط طبیعت نیست. رد پای 7000 سال زندگی روی تپه باستانی چینو، قبرستان 3000 ساله ماهیان و شغال تپه درست وسط شهر. علی آباد کتول فقط یه مقصد گردشگری نیست، یه روایت زنده است از تاریخ، طبیعت و زندگی که هنوز بیوقفه جریان داره. اگه به روایت‌های کمتر شنیده شده گلستان علاقه داری، صفحه منو دنبال کن.